سلام بچه ها، خوش اومد به کانال خودتون تخم مرغ. امروز میخوام بریم با چکاوک آشنا بشیم. قبل از که بریم لایک و ساب یادتون نره. چکاوک گونه از گنجشکانه که حدود 14 تا 17 سانتی متر طول تا 35 گرم وزن داره. خوراکشون دانه ها و حشرات کوچکه و دارای بالهای گرد و دمهای نسبتا کوتاه، پاهای تنومند بلند و مستقیم، منقارهای قوی، مثلثی شکل و نوک‌تیزن. رنگشون هم قهوه‌ایه. بیشتر روی زمین لانه میسازن. آنها را باید گونی از پرندگان گنجشکان دانست. بیشتر گونه ها در حین پرواز در مناطق باز و با ارتفاع کم آواز میخوانند. ها روی زمین لانه ساخته از سکونت در مناطق پردرخت و بوته‌زارها پرهیز میکنن. بیش از 90 گونه از این پرنده آوازخوان وجود داره که در نقاط مختلف جهان پیدا میشه. آفریقا بیشترین تعداد از این پرندگان بومی را دارای. با این حال برخی از آنها در شمال و جنوب آمریکا نیز پیدا میشه، گرچه در درجه اول پرندگان قهوه رنگ هستند، اما گاهی اوقات سایه های زرد یا نارنجی هم در رنگ بندی پرهای آن دیده میشه. آنها ترجیح میدن در علفزارهای کوتاه، بیابانها و مکانهایی با پوشش گیاهی کم زندگی کنند. همچنین در زمینهایی که توسط انسان پاکسازی شده بهتر ارزش میکنند. این پرندگان با استفاده از برگ‌های خشک شده، شاخه ها، علفها و غیره روی زمین لانه میسازند. معمولا پرندگان ماده از این لانه ها مراقبت میکنند. زیستگاه چکاوک ها بیشتر در مناطق گرمسیری و همچنین مناطق معتدله. زیستگاه آنها عمدتا محل زندگی حشرات کوچکه و دانه پرنده هم در آنها یافت میشه. زیرا بچه چکاوک ها بدون تولد تا مدت ها بعد از بزرگ شدنشان دانه ها به عنوان بخشی از غذای پرنده تغذیه میشن. این پرندگان میتونن برخلاف پرندگان دیگر در حین پرواز هم آواز بخونن. آنها با پریدن از روی زمین، آواز خواندن بر روی شاخه ها و نمایش پرواز ماده را به خود جذب میکنن. تکثیر هر گونه از این پرنده به فصل خاصی بستگی داره. گونه‌های چکاوک در اکثر مواقع تک همسرن. گاهی اوقات پرنده ماده نیز هنگام تشکیل جفت آواز میخوانند. برای خواستگاری غذای پرنده هم فراهم میکنه. چکاوک ها لاله کوچکی را که معمولا در زمین خالی با استفاده از علف، شاخه، برگ و غیره میسازه و در این لانه تخم میکاره و پدر مادر هر دو با جنگیدن و آواز خواندن از لانه دفاع میکنند. غذای آنها حشرات مانند مگس و سوسک و ملخ و همچنین علف، دانه، جوانه و غیره را به عنوان غذا میخوره. آنها خطرناک نیستند. با این حال ممکن است زمانی که لانه هایش در معرض تهدید قرار بگیره کمی خطرناک به نظر برسند. آنها معمولا به عنوان حیوان خانگی نگهداری نمیشه، اما در چین به دلیل آوازخوان بودن این پرندگان گاهی اوقات آنها را در قفس نگهداری میکنند. بچه‌ها مرسی که همراه بودید. لایک و فراموش نشه کامنت هم بذارید. دوستتون داریم. تا ویدیو بعدی، بدرود.